بسیجی شهید سید محمود مینویی در سال 1348 در شهرک تاریخی ماسوله چشم به جهان گشود. پس از گذراندن دوران خردسالی وارد مدرسه گردید و تا سال دوم نظری در رشته علوم تجربی به ادامه تحصیل پرداخت. پس از آن با وجود کم سن و سال بودنش در نهاد بسیج فومن ثبت نام کرد و راهی جبهه شد. این شهید عزیز با اینکه دارای برگه معافیت از رزم بود، در جبهه حضوری سبز و فعال داشت و در حمله ها شرکت می‌نمود. سرانجام در تاریخ 3 فروردین ماه سال 1367 در عملیات والفجر 10 بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.